بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین دام ابلیس. وقت ابلیس در اثر سرپیچی از فرمان خدا و سجده نکردن به آدم مطرود درگاه خداوند شد. کینه آدم در دل و جان او نشست و از خداوند مهلت خواست تا آدم و فرزندان او را تا روز قیامت در کمین نشیند و فریب دهد. او برای فریب انسان نیاز به دام داشت، دامی که بتواند با آن خرد و کلان را شکار کند و از حرکت به سوی الله باز دارد. گفت ابلیس لئین دادار را، دام زفت خواهم این اشکار را. زر و سیم و گله اسبش نمود که بدین تانی خلائق را ربود. او از خداوند دامی خواست تا با آن انسان را شکار کند. خداوند طلا و نقره و گله اسب را به ابلیس نشان داد و گفت به یاری اینها می توانی خلایق را صید کنی. ابلیس سپاسگزاری کرد اما راضی و خوشنود نبود. آنگاه خداوند از معادن زیبا طلا و جواهر بر او عرض کرد و به او گفت گیر این دام دیگر را ای لعین. گفت زی این افزونده ای نعم المعین. چرب و شیرین و شرابات سمین دادش و بس جامعه ابریشمین. گفت یا رب بش از این خواهم مباد تا ببندم مشام به حابلین بین مسد. ابلیس به این همه قانع نبود و از خداوند دامی مستحکم و بس فریبنده خواست، دامی که تنها مردان مرد و شفتگان حضرت حق بتوانند از آن برهند و سایرین در گرفتار آیند. خداوند شراب و جنگ را در اختیار ابلیس گذارید. او تبسم کرد، اندک شادمان شد، باز قانع نگشت و بیش از این خواست. آنگاه خداوند زیبایی و جمال زن را به ابلیس نشان داد. ابلیس تا آن را دیده از شادمانی بشکند، زد و برقص پرداخت و گفت اکنون به آرزویم رسیدم، چون که خوبی زنان فاو نمود که زی عقل و صبر مردان می افزود. پس زدن انگشتک در رقص اندر فتاد که بیده زودتر رسیدم در مراد. چون بدید آن چشمهای پرخمار که کند عقل و خیرادار بیقرار. وان صفای عرض آن دلبران که بسوزد چون سپند این دلبران. ای برادر، بزرگترین دام ابلیس برای شکار انسان شهوت جنسی است. باید سخت هوشیار بود و فریب غمزه ها و اشوه ها را نخورد. و از این روز که معصوم علیه السلام فرموده است اجر و پاداش مجاهد در راه خدا بیش از انسان پاک دامنی نیست که چشم از حرام بست و با آن که می توانست نکرد. خداوند ما را از دام ابلیس در پناه خودش نگه دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.